به نام خدا. توی این ویدیو قصد دارم نحوه تنظیم کردن پراکسی روی داکر رو خدمت شما توضیح بدم. در ابتدا من یک پکیج رو به عنوان سمپل دانلود میکنم. میخوام یعنی نشون بدم که دانلود نمیشه بدون پراکسی. این MySQL. و همونطور که مشاهده میکنید این پیغامی که به ما نمایش میده میگه از این کشورها حق استفاده از داکر رو ندارن. خب ما اول باید مطمئن بشیم که پراکسیمون کار میکنه. خب من پراکسی رو روی این سیستم ریختم با نام از پروتکل ویتوره. استاتوسش رو چک میکنم و میبینم که بعد بالاست و داره کار میکنه. خب حالا بریم که اینو روی داکر تنظیم کنیم. برای تنظیم پراکسی روی داکر چندین راه وجود داره که یکی از راه‌ها اینه که ما در مسیر etc سیستم دی و سیستم یک دایرکتوری بسازیم به نام docker service.d. پرمیشن با سودو اجرا کردم. بعد از این دو تا فایل ما باید اینجا قرار بدیم به نام فایل اول به نام باید بریم توی اون گوشه cd. فایل اول به نام http proxy.conf. و توی اینجا دو تا براکت کلا یه خط باید اضافه بکنیم. فقط اینکه حتما باید روی طریقه نوشتن و حروف دقت کنیم تا اشتباه نشه، چون اگر اشتباه بشه پیغام خاصی نمیگیریم، فقط وصل میشه به اون پراکسی. اینجا هم که آی پی لوکال هاستمونه و اون پورت پراکسی یا وی پی ان. اینجا چون پروتکل بعد از ساکس 5 دوتا اسلش میذاریم و ظاهرا که درسته. environment HTTP اینو سیو میکنیم و خب همونو میتونیم یه دونه از همون فایل کپی میکنم. من فقط اسمش رو این سری یه دونه اس اضافه میکنم برای پروتکل های HTTPS و SSL و داخلش هم که اینا رو HTTPS میکنم. این پورت فقط پورتی که برای SSL توی پراکسیتون ست شده رو باید اینجا تنظیم environment و اینم ظاهرا درسته. و در نهایت سرویس داکر رو اول اینکه باید سرویس ها رو کلا یه دیمن ریلود بزنی. و در آخر سرویس داکر رو روی استارت میبرم چک کنم که داکر بالا باشه. خب، حالا بریم همون دستوری که در ابتدا زدیم رو دوباره تکرار کنیم ببینیم که وصل میشه یا نه. سودو داکر این نوسکیول
حالا همونطور که میبینید الان دیگه داره برای دانلود اقدام میکنه و اون فایلایی که لازمه رو میگیره. خیلی ممنون که ویدیو منو تماشا کرد. امیدوارم که مفید باشه.